نسیم رحمت. مهمان همیشگی ما جناب مولانا عبدالسلام عابد هستند که قبل از هر چیز عرض سلام و ادب و خوش آمدید داریم خدمت شما. تشکر استاد، خدا شما رو خوش داشته باشه. زنده باشید. همانطوری که در برنامه دیروز شاهد بودید، به مناسبت نزدیکی ماه مبارک رمضان وارد موضوعات قرآنی شدیم و دیروز در مورد قرآن کریم، اسماء قرآن کریم و سبب نزول قرآن کریم و بعضی از صحبت‌های مقدماتی در مورد قرآن کریم شد. امروز وارد یک بحث بسیار مهم و زیبا میشیم که عبارت است از معارف قرآن کریم. همانطوری که دیروز جناب حضرت مولانا ذکر نمودن، قرآن کریم کتابی است که برای ما همه جوانب زندگی ما را به شکل خیلی زیبا بیان می کند. الله سبحانه و تعالی این کتاب را کتاب هدایت برای ما فرستاد، برای همه بشریت، و این کتاب از زمانی که نازل شده است تا قیامت، تا ابد، سببی برای هدایت و دستوری برای زندگی و راهنمایی به سوی فوز و فلاح و رستگاری است. امروز وارد بحث معارف قرآن میشیم و انشاءالله بعد از این برنامه‌های نسیم رحمت در مورد قرآن کریم و تفسیر آیات قرآن کریم و موضوعات مهمی که در آیات و سوره های این کتاب بزرگ وجود دارد انشاءالله خواهد بود. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد که بتوانیم تا پایان ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان باشیم و همچنین بعد از ماه مبارک رمضان. جناب استاد. تشکر استاد. الحمدلله و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم صل علی سیدنا. بعد از رمضان گفته دیگه، من میگم که خدای این کشور ما را آرام بگردان تا کل ما شما بریم. خود در افغانستان ادامه میتیم انشاءالله. انشاءالله از مسجد خودتان انشاءالله ادامه خواهد دادیم در سال انشاءالله العزیز. دیگه اینجا بسیار آمده به تنگ آمده. درس تقدیرش بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و لمن دعا بدعوته الی یوم الدین. استاد عزیز، قرآن کتاب عجیبی است. یعنی یگان دفعه آدم میبینم که بعد جزی که به الله سجده بکنی و با عظمت از این کتاب گردن بگذاری، عجیب است. از هر پهلو که وارد میشه یک دیدی عجیب برد. درست. بنابراین وقتی که من خواستم که در چند روز سر بحث معارف قرآن کریم بحث داشته باشیم، یک تعبیر اما که علمای اصول فقه میگه که مشکل لفظی است که ازدحام معانی داشته باشد و مجتهد را در انتخاب معنای مطلوبش به چالش بکشاند. شما باور بکنید که همت یک چیز در ذهن انسان میگه که ولی کدامش اولویت میدی و انسان خود را گم میکنه. درست. بنان بحث معارف قرآنی شاید بسیار زیاد تنوع داشته باشد، بله. ولی ما یک 4 عنوانی از بعد اگر الله توفیق عنایت کرد شاید سرش بحث بکنیم. بسیار خوب. بعد توحید و رسالت، تذکیر و احکام و ممکن معاد. این مباحث عمده است که قرآن کریم به شکل عجیبش معرفی میکنه. یعنی وقتی که اسلوب آدم میبینه کاملا متمایز است. اگر شما تورات بگذارین، انجیل بگذارین یا کتاب‌های ادیان دیگر را بگذارین، وقتی که معارف قرآن را پیش میکنن اصلا یک دنیای جدیدی است، یک تعبیری جدیدی است. روی اساس یکی از بزرگترین قضیه‌ای که قرآن سر زود تأکید میکنه مسئله یگانگی الله متعال است. سبحان الله. و طبیعی است که وقتی میگیم الله، این اسم است برای واجب الوجود که مستجمع تمام صفات کمال است. و از نظر لغوی وقتی که میبینیم الله به معنای ذاتی که همه مخلوق قرب او را میخواهد. الله. همه مخلوق.
کل مخلوق میخواد که به شکل از اشکال به الله خدا نزدیک بکنه. از این خاطر یک تعبیر الهی داریم که و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. این چیزی نیست مگر ای که به شکل از اشکال عظمت الله را و تسبیح الله را بیان میکنه. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری و ترانه. سبحان الله. یا الله به معنای ذاتی که عظمت شأن، شکوه و جلال او همه مخلوق را متحیر کرده است، همه مخلوق را. از این خاطر رسول علیه السلام میگه که ما عرفت حق معرفتک ولا عبدت حق عبادتک. الله اکبر. از این خاطر جبرئیل تا یک جای میره باز میگه دیگه نمیشه، دیگه پر و پال میسوزه. یعنی تعجب است. پس وقتی که ملائکه کرام، وقتی که انبیا در شکوه و عظمت الله متعال متحیر میشن، ما شما خب در وادی‌های بسیار کوچکش هستیم. الله به معنای ذاتی که مسلط بر اوضاع است. هیچ چیز از حریم حکومتی از او بیرون نیست. هیچ چیز مسلط است بر خرد و بر چیزا و بر کوچک چیزا. مالک الملک. مالک الملک. یقینا الله به معنای ذاتی که همه مخلوق من حیث مخلوق قرب او را میخواد به او نزدیک شود. وقتی که این معنی را با هم یک جا بکنیم بعد میبینیم که امو الله که مستجمع تمام صفات کمال است، خالق کل کائنات است. کل کائنات از ذره گرفته، از الکترون نیوترون گرفته تا بزرگترین مخلوقات، همه را الله آفریده است. بله. در این آفرینشش هیچ کس به الله متعال نقشش نداده، ارادهش نداده که اراده خود را به الله تحمیل بکنه. درست. الله متعال خالق کل کائنات است. دو، در خلقت کائنات و مخلوقات از کسی استمداد هم نگرفته است، بلکه قادر مطلق است. در خلقت کائنات پس ذاتی است که مرید است به اراده خودش، خالق است به خلقت کمالش، عالم است به علم کمالش و مسلط است بر اوضاع. هیچ چیز از قیدش فرار کرده نمیتواند. با این تعبیر چگونه ممکن خواهد بود که چنین ذات عظیم آفرینش مخلوقات را پوچ و بی هدف او را ایجاد بکن، مخلوقات را بی هدف پیدا کن. از شأن یک انسان عادی که ما شما هستیم نمیخوایم که عباسیات بکنیم. درست. چگونه ممکن است که به خداوند متعال نسبت داده شود که ما را بیهوده پیدا کرده است؟ آنچه که ملحدین ادعا میکنند. یا ما را برای ازی پیدا کرده که تمام روز بخوریم بنوشیم، هیچ مسئولیت در قبال از این نعمت هایی که به ما ارزانی کرده و جاه مقامی که به ما داده او را نایید کنیم. از این خاطر است که قرآن آمد یکی از بزرگترین قضیه را به ما معرفی کرد که توحید است و تحلیل میکند در سوره مبارکه بقره آیه 163 و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. معبود شما معبود یگانه است، نیست معبودی جز او و ذاتی است که بخشاینده مهربان است. بنان یعنی ضرورت نیست که شما به شکلی از اشکال به طرف شرک برید. رحمان و رحیم است، هر چی که بخوایی میتونی به او مراجعه بکنی و او جواب میده. درست. بنان و الهکم اله واحد. در سوره مبارکه یونس آیه 106 میخوانیم که قرآن کریم سخت رد میکنه کسایی که به غیر الله التجا بکنن.
با شکل از اشکال التجا بکنه. میفرماید ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. ولا تدعو من دون الله، بغیر الله به هیچ کس آواز نکن برای حل مشکلت، برای از اینکه بر تو خیر برسان، نفع برسان، ضرر راست دفع بکن. ولا تدعو من دون الله، یا ای که ولا تدعو من دون الله در وقت عبادتت میخوای عبادت بکنی، بعد از باز کس دیگر را با الله شریک بکنی، خدا کنه و فلان نکنه، این از خدا هم از خود از دیگر کس هم است، کاری که مشرکین میکنه، کاری که مشرکین میکنه، این کار نکن. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، چیزی که اصلا جایگاهی جای نداره، ما لا ينفعك ولا يضرك، نه نفع به تو میرساند و نه ضرر به تو میرساند. ببین فإن فعلت، اگر چنین کاری کردی که تو در پهلوی خدا، در ملکیت خدا قدرت را به غیر خدا سپردی، در عبادت خدا کسی دیگر را شریک کردی، این را باید بدانی فإنک اذا من الظالمین، در جمله ستمگار است. این نکته است که قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان به عنوان یک پدر مهربان، یک پدر مسئول، یک پدر بسیار که اولادش دوست دارد که رفعت شأن داشته باشد، اولین وصیت که برش میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، فرزندم با الله شریک مقرر نکن، زیرا شریک مقرر کردن به الله متعال به شکل از اشکال این بزرگترین ظلم است. و ظلم چی است؟ استعمال شی در غیر موضوع. این ضرور نیست که با الله کس دیگری شریک شود. ذاتی که از مادر و پدر بر تو مهربان، ذاتی که از همه مخلوق بر تو نزدیک، چگونه میتونی که او را اله بکنی که از دیگر را با الله متعال شریک بکن؟ در سوره انبیاء آیه 25 رب العالمین این پیام را بر ما میده که و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما ارسلنا من قبلک من رسول، از تو پیش هیچ پیغمبر را نفرستادیم مگر الا نوحی الیه، مگری که ما برش وحی کردیم که نیست معبود بر حق جز او، بنان تنها مرا عبادت بکن، تنها مرا عبادت بکن. یعنی رسالت همه انبیا رساندن توحید است. دیگه بحثی نیست. این اساسی ترین نقطه است. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 117 میخوانیم و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. این تصریح میکنه که هر کسی که بغیر الله معبود دیگری را به شکل از اشکال جستجو بکند، در حالی که هیچ دلیلی به این ندارد که او را هم در ازای عبادت قرار بدهد، هیچ دلیل هم سرش نیست. فانما حسابه عند ربه، چیزی نیست که حسابش نزد پروردگار است و او را فرا میخواند در روز قیامت برش میگه چی کاری کرد و این چی رقم فرا میخواند. یعنی حضرت عیسی علیه السلام از انبیاء چی هست؟ اولو العزم. بله. رب العالمین در روز قیامت برش میگه که ای خوبی امر و تبرئ الاکمه و الابرص باذنی و استحیی الموتى باذنی، کل نعمت‌ها رو پیش رویش میگذاره. بعد برش میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی تو به مردم گفته بودی که مرا و مادر مرا به خدای بگیر. نعمت برش بیان میکنه، باز برش میگه در مقابل نعمت چی کاری کرد؟ او برخطا میشه که یا رب ان قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك الغفور الرحیم. من کارش ندارم خدا، تو میدانی. ما قلت لهم الا ما امرتني به، فقط دستور تو رو برشان گفتم. دستور الله خودی نیست که در حضرت عیسی را کسی فرزند خدا بگه، سوم خدا برش بگه، مادرش به الوهیت بگیره. بنان پیغمبر است به هیچ شکلی به مردم نگفته که مرا به خدایی بگیرین، ولی در روز قیامت الله از پیش پرسان میکنه. از این فانما حسابه عند ربه، هر کسی که
به شکل از اشکال در توحید پایش میلغزد، الله او را پرسان میکنه و این مستحق مؤاخذه است. هر گناهکار را الله متعالی متصال میکنه. ولی چرا؟ چی شده؟ چرا این کار کردیم؟ پس وقتی که این آیت ها را استاد در نظر بگیریم، بعد بیچارگی مخلوق را قرآن کریم بر ما ذکر میکنه که این مخلوقی که تو به درگاهش میری و او را در نفع و ضررت با الله شریک میکنی، میفهمی چی عجیب است. یا ایها الناس، ای مردم. در سوره مبارکه حج آیه 73 میخوانیم یا ایها الناس، ای مردم. از پیام‌های بین المللی قرآن. سبحان الله. یا ایها برای الناس، کافر مسلمان همه. ضرب مثل، یک مثال زده شده برای خلاص کردن ذهن گیجتان. فاستمعوا له، به این مثال خوب گوش کنین. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله، من دون الله یعنی همه چیز غیر خدا، همه کس غیر خدا. هر کسی آنانی که بغیر از الله آواز میکنن باید بدانن که لن یخلقوا ذبابا، مگس را پیدا کردن نمیتونه. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه، مگس اگر بیا یک چیزی را از پیش ببرد تسلط نداره به مگس که برش بگه که امور پس برم بیاید از برم نبر. مگس سرش میشینه، گاهی سر پیالش میشینه، گاهی سر نانش میشینه، گاهی در وجود خودش میشینه، نمیتونه بگه که اوسشو لا یستنقذ. ضعف الطالب والمطلوب، کسی که از مخلوق میخواد و مخلوقی که ادعای ازیره بکنه که من مشکل داره حل میکنه، هر دویش ضعیف. ما قدر الله حق قدره. مخلوق تا هنوز قدر خدا را نشناخته، تا هنوز. سبحان الله. تا هنوز قدر الله را نشناختن. اگر مشناختن چون این کار نمیکنن. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. هر کسی که خدا او را نجات میدهد که با الله کسی دیگر را به شکل از اشکال یک جا نکرده باشه. از این خاطر قرآن کریم این قضیه را چنان توضیح میدهد که از اول قرآن کریم تا به آخر قرآن کریم که بری به شکل از اشکال توحید را معرفی میکنه، یک تا پرستی را در کل زوایای زندگی، در کل بحث میگیره. در سوره مبارکه جن یک تعبیر عجیبی میکنه قرآن کریم در سوره آیه 20 قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد. الله اکبر. پس من من حیث یک پیامبر چی باید میکنم؟ قل بگو انما ادعو ربی ولا اشرک به احد. هیچ کس را با الله شریک نمیکنم. چرا یک پیام را میدهد؟ یگان بار جنیات مثلا در وجود کسی داخل میشه مشکل ایجاد میکنه، میگه در همون جام مش کنی و دیگه جنیات پناه نبری، مش کنی با این طلسم هایی که وجود داره به پناه نبری، این کار نکن. بلکه در اوجا هم باید بفهمی که ولا اشرک به احد. اگر به غیر الله پناه بردی و گفتی که فلانه قبر جور میکنه ما را، فلانه ایتو جور میکنه، فلانه شاخ ما را جور میکنه، در فلانه جایی که رفتی کوکر که بزنی جورت میکنه، در فلانه جایی که رفتی یک بند در گردن پرتا جورت میکنه، در فلانه جا رفتی یک دانه موره هاست که در گردن میبرده ای جورت میکنه. باید بفهمی که با الله متعال چیزی را قرار دادی. و حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و ارضاه یک روز خانهش آمد، گردن خانمش یکی چی بود؟ یک تارک کندش کرد. خانواده عبدالله از این شرکیات خلاص شد، دیگه ای خرافات داخل نکنی. بناهن این مبحث توحید یک مبحثی است که از دو طریق باید مورد بحث قرار بگیره. یکی که مفاهیمی است که ما را به توحید میکشاند و شرک را رد میکنند. یکی یک سلسله مفاهیمی است که لذت آور است هنگامی که تو تنها با خدا باشی. سبحان. این یک بحث دیگری از معارفی است که جز اهل الله و مردم مؤمن وقتی که میگه که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا،
این مفهوم رو اونا باید درک میکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در طایف با او جنجال و مشکل رو برا می شود و با ملائکه میگه که چی کنیم برات، و میگه که اگر الله خفه نباشد لا ابالی فإن لم يكن بی غضبک فلا ابالی. هیچ گپی هم نیست. اولی این شیرینیه امی حالته. او کس درک میکنه که بداند که کاری که به خاطر خدا کردی اصلا در دلت به معنای نقص و به معنای چیزی کوچک دیده نمیشه. اینا را اهل الله و خاصته ذکر احساس میکنن. سبحان الله. از این خاطر ما یک بحث بسیار عجیبی را در قرآن کریم مطرح میکنه که در سوره مبارکه نمل هم میخوانیم انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. یک تعبیر میکنه و ما اهل لغیر الله. خداوند متعال بر بالای شما منع کرد از اینکه از خود مرده استفاده کنید، از خون استفاده کنید، از گوشت خوک استفاده کنید. در پهلویش و ما اهل لغیر الله، هر آنچه که در وقت ذبحش به شکل از اشکال ندای غیر الله سرش شود، چی ظاهری باشد، یعنی به عوضی که الله اکبر بگویی نام غیر الله را و بت و هر زیارت هر چی که او را سر ذکر کنی، و چی که نام خدا را سرش بگویی خب هدف چی باشد؟ غیر الله خوش کردن یک انسان. الله میگه که نمیذاره. از این خاطر میگه که انا اغنى الشرکاء عن الشرک. بس الله صلی الله علیه و سلم میفهم که الله متعال میفرمه در روز قیامت آنانی که به شکل از اشکال ریاکاری کردن، ریا کردن، ایره خب بگذار که شرک کلان کرده باشه، میگه برش میگه که انا اغنى الشرکاء عن الشرک. تو نمیدانی که من غنی ترین شرکا شرک هستم. زیرا کسی که شریک مقرر میکنه و با خود شریک میگیره دلیل ضعفش است. یک پاچا چرا وزیر میگیره؟ خب میفهمه که نمیتونه میکنه، از این خاطر بخشا را تنظیم میکنه. چرا تجارا با هم یک کس دیگر را شریک میکنه؟ خب سرمایش کم است. یعنی امی که کسی شریک شد دلیل ضعف است، دلیلی که نمیتونه احتوا بکنه این قضیه را. الله میگه انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا، هر کسی که یک عملی را انجام بدهد و اشرک معی غیری، کسی دیگر را همراه ما شریک قرار بدهد ترکته و شرکه، ما این مردکه را هم گذاشتیم و شرکش هم گذاشتیم. این را میگه بریم به دادم دیگه برسیم. خلاص ترکته و شرکه. حالا این نقطه را میخوایم که قرآن به ما میگه که انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. این چیزا سر شما حرام شده. علت تحریم چی است؟ علت تحریم میکروب است، مرض است که در خود مرده است. وقتی یک حیوان میمیره این دلیل بریسه که این کدام کار سر شده، حتما چیز مداخله کرده وجود است درست که او مرده، غیر از خود نمیمره. این دلیل سرش وجود داره، یک چیز گزیدشه و شاید زهری شده باشد یا مریض بسیار خطرناک شده باشه، میکروب‌های دیگه داخل وجودش شده باشه که یک مرده. اگر گوشت از تو استفاده کنی مریض به تو انتقال میشه. و خون که مرکز تجمع میکروب است، این از استفاده نکن. و دم خون نخون، زیرا خون از اثر میکروب که دیده میشه، دکترها که میکروب تثبیت میکنن خدا خون تثبیت میکنه. پس خون مرکز میکروب است، از خون استفاده نکن. چرا به بدنت نیاز ضرر میرساند. خود مرده را نخو که به بدن زیان میرساند، خون نخو که به بدن زیان میرساند، گوشت خوک نخو که میکروبای بسیار خطرناکی دارد.
به تعقلت نیاز ضرر میرسانه، به هویتت ضرر میرسانه، به غیرت و ایمانت ضرر میرسانه. درست. اما بی‌تفاوتی را در وجودت خلق میکنه، از استفاده نکن. این چی بود؟ چیزایی که ظاهر ما را خراب میکنه. بعد میگه و ما اهل لغیر الله. هر ذبیحه، هر نظری که به شکل از اشکال رضای غیر الله در رو گرفته شده باشه، الله میگه اون حرام است، از استفاده نکن. که روح و روانت خراب میکنه. که روح و روانت دیگه نه عقل برات میمانه نه ایمان برات میمانه، دیگه روحت خراب میکنه، از استفاده نکن. روی اساس وقتی که ما به این بحث داخل میشیم که توحید بزرگترین قضیه است که خداوند متعال در قرآن کریم برای ما و شما بحث کرد. از این خاطر جمع از علما گفتند که قرآن کریم هدفش و موضوعش توحید است. درست. و هدفش چی است؟ معرفی توحید و دعوت مردم به طرف توحید. از این خاطر تاکید میکنم. جالبی است که چقدر که وقتی که انسان بحث سر توحید میکنه، این توحید تنها دری خلاصه نمیشه که ما میگیم لا اله الا محمد رسول الله خلاص. این توحید در کل زندگیت اثرات خود را داره، به شکل از اشکال داخلت میکنه. قدم هایی که تو بر میداری خود به خود قوارت پیش رویت نشان میده. چی میکنی؟ آیا عملی که تو کردی به خاطر خدا کردی؟ آیا عملی که تو میکنی مطابق به حکم خدا کردی؟ از این خاطر علما خواستن به خاطر که ما خوبتر بفهمیم. از این خاطر توحید یکی است. بله. ولی به خاطر که ما خوب بفهمیم توحید رو تقسیم کردن. میگه توحید ربوبیت. درست. به این معنا که یک مسلمان معتقد به این باشد که رازقش، زنده کنندش، مرده کنندش، ضرر رسان، نفع رسان، همه و همه الله هست. هیچ کس به تو رزق داده نمیتونه، هیچ کس از تو رزق سلب کرده نمیتونه، هیچ کس عمرت را دراز کرده نمیتونه و هیچ کس عمرت را کم کرده نمیتونه. همه چیزی که تعلق میگیره به زندگی ظاهری در اختیار الله هست. سبحان. پس او ربت است، او تربیه کننده است. به اندازه این موضوع مهم شده استاد که شما ببینین الحمدلله رب العالمین، هر نمازی که میخوانی میره و تکرار میکنه. و شما ببینید که در قرآن کریم کلمه رب چقدر زیاد آمده. در نمازم که وقتی که میبینیم میگن الله اکبر، یک بار میگن سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک، یک بحث خلاص. مجرد میگیم که الحمدلله رب العالمین. باز کدام سوره را خواندم دو جان باز کلمه رب میاد. درست. وقتی که الله اکبر میریم بر رکوع دو جا باز میگن سبحان ربی العظیم، ربی العظیم. همش تعظیم و توحید پروردگار. رب باز میگن ربی عظیم، تربیت کننده ما. درست. امام راغب رحمت الله علیه میفهمه که رب به معنای ذاتی که مخلوق خود را قدم به قدم به هدفی که آفریده به او میرساند. سبحان الله. میرساند. پس تو خدا به تو هدف تعیین کرده. پس نه عمرت را کسی گرفته میتونه، نه روزی تو را کسی گرفته میتونه، نه مقام و حیثیتی که خدا بر تعیین کرده نه او را گرفته میتونه. چی گپ است؟ ربی العظیم. سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. در رکوع میری، سجده میری، باز میگه سبحان ربی الاعلی، باز تکرار میکنه. یعنی جالب است که در قبر که مگذاره باز میگه من ربک، دمو میگیرید من ربک. ولی بگو که پروردگارت کیست؟ چرا شرک آوردی؟ چی شده؟ مریض بودی من شفایت نمیدادم، بینان بودی من نان برت نمیدادم، چی مشکل بود که تو مرا ایران میکنی به درگاه دیگه کس میدی؟ توحید و ربوبیت در حقیقت اما توحیدی است که انسان را با خالق متصل میکنه و از مخلوق دورش میکنه.
ضعف مخلوق را برش بیان میکنه، عظمت خالق را برش تعلیم میده. و این در حقیقت در قرآن کریم تجلی بسیار جالبی یافته است، بسیار جالبی یافته است. توحید الوهیت به این معنا که در توحید ربوبیت کسی امره تو انگشت نمیشکنه. هر کسی که بگه اون دور بگه که من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، اون دور بگه، امیر برد میگه اینا خب بگذار که انسانهای خرافاتی رو بگه که الله رب ما نیست، میگه رزاق ما نیست، میگه چه مشکلی هست. مشکل در توحید الوهیت است که الله را در عبادتت یکه و یگانه بود. این اساس قضیه است. از این خاطر میگه وقتی که تو بیایی در باب توحید و الوهیت بحث شروع بکنی، باز دیگه انگشت‌ها را سرت مشکنه. باز میگه خیلی او دیگه چطور شد؟ خیلی او دیگه او برادر خیلی چی شد دیگه؟ مخلوق اصلا چیزی نیست. دقیقاً مشکین هم این مشکل با پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. کل گپ در اینجا بود. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این بحث دیگه شروع میشه. در حالی که مسلمان و انسان موحد و یکتاپرست گپ اصلی همی است. گپ این که مخلوق عاجز است. درست. مخلوق عاجز است. کل اقتدار پیش الله متعال است. همه چیز. و تأکید هم میکنه سر یک آیه‌ای که یعنی در قرآن کریم فقط در کل قرآن کریم 2 آیت است که نام داره. یکی آیه‌ای است که رابط مخلوق را با مخلوق تنظیم میکنه که ما به نام آیه مداینه یادش میکنیم که یک صفحه از قرآن کریم است. آیه دیگری به نام آیت الکرسی است. وقتی که میگه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده، که به ختم کرد. ذاتی که بینگی امور نمیبرد و مسلط هم بر افضاست. چی گپ شده که به مخلوق میدی؟ چی گپ شده؟ در توحید و الوهیت عبادت را اختصاص میدهد به الله متعال. درست. عبادت را اختصاص میدهد به الله. از این خاطر است که عبادت کلمه عین به داد این به معنای خضوع و خشوع است. درست. خضوع وقتی که میگم عبادت به معنای خضوع که ورشکستگی، فروتنی و عاجزی که اساسش نعمت باشد. یک مؤمن هنگامی که تفکر میکنه در نعمتهای خداوند متعال و او را می اندیشد، بعد میبینه که کلش الله متعال است. میگه خدا این خوبی هم را این کلی در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه متواضع میشه، فروتن میشه و سر را به سجده میگذاره. الله. عبادت به معنای خشوع یعنی ورشکستگی، فروتنی و عاجزی که اساس شکوه و جلال باشد. درست. وقتی که میبینی که الله متعال مخلوقات عظیمی را پیدا کرده، آفتاب را سعی کن، مهتاب را سعی کن، کائنات را سعی کن، این ذرات را سعی کن، آب را سعی کن، گل را سعی کن، وا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این پهلو را که باز میبینی اما تو حیران میمانی، تعجب میکنی، میترسی، سراسر وجودت هم موی استاد میشه. این وقتی که میگنیم که عبادت به معنای خشوع شد. بعد میگیم که عبادت هر حرکت ظاهری و باطنی، مادی و معنوی که به مقتضای شریعت الهی به خاطر خداوند متعال صورت گیرد، این را ما چی میگیم؟ عبادت. سبحان الله. پس یک تنها نماز خواندن عبادت نیست، بلکه تبسم که علی وجه حقیقی صدقه. لقمانانی که به دهن خانمت میدی صدقه. امر بالمعروف صدقه. بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بعد میگه و اماطة الاذى عن الطریق. حدیث اشتباه کردم.
ای حدیث به ما میره میگه که اسلام 70 و چند شعبه هست. بزرگترین رایش و دروازش و قویترین نکتهش همانا شهادت لا اله الا الله است و ادناترینش اماطة الاذى عن الطریق. سبحان. کل چیز عبادت است. چه وقت؟ هنگامی که به مقتضای شریعت عمل کنی و به خاطر خدا عمل کنی. یعنی چی خطر است به ما؟ که یگان بار انسان یک باله میشه. درست. یک تعداد زیادی از مردم هستن که به خاطر مقتضای شریعت عمل میکنن. کل شریعت تطبیق است در ظاهرش ولی به خاطر خدا نیست. از این خاطر یک حدیثی از رسول علیه السلام را میخوان که خداوند متعال در روز قیامت 3 گروپ را فرا میخوان. یک انسانی که خون از پیش میچکه و کل در دنیا بر چی گفته؟ شهید. در دنیا بر شهید گفت. پیش الله که حشر میشه چی گپ شده؟ در مقابل از این نعمتم پیشورش میگذارم. چی کاری کردی؟ و میگه خدایا یک نفس داشتم مران در راه تو دادم. الله میگه کذبت، دروغ گفتی. تو خیره به خاطر ازی دادی که قوم نتبرت بگه قهرمان است. تو خب بطور با ایگو که مردم بر تو شجاع است، دلیر است، ای است. این القابه که بودی را کلش در دنیا گرفتی. از این خاطر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شما نمیبینین که بعد از باز پشت سر کسایی که شجاع بودن، دلیر بودن و شهید شدن این سال فلانه است. درست. دقیق شدن؟ سال فلانه است. والا میخوایم که تاریخ زنده باشه. همین چیزایی که شما بانه جور میکنین تاریخ زنده باشه. والا اینطور باشه. قبرش جور میکنن صاحب که او را کسی بشناسه، سنگ برش جور میکنه که این کلی چیزا را صحابه یکی از این کار را نمیکرد. چرا نمیکرد؟ میگه نه او جو خطر نداره. چون نیت هدف الهی کلمت الله بود، نه نام و نشان. میگه به این نفر گفته میشه، به این شهید، به این مجاهد، میگه کذبت، دروغ گفتی. تو خب به خاطر اینی کردی که مردم بر قهرمان بوده بعد گفته شد، مردم بر شجاع بوده گفته شد، مردم کل ثوابا را گرفتی پیش ما چیزی نداری. میگه کش کنه به طرف دوزخ. عالم را حشر میکنه و برش میگه نعمتهایش پیشورش میگذاره. عجیب است. تو که میامدی مردم برستاد میشه. از مردم دیگه ولی که هر کاره بودن تو پیش میرفتی، دیگران پشت سر تو رفتن. یک تعداد دوستای در بوسته میکرد، یک تعداد احترام برد میکرد. چی جایگاهی نبود که به تو دادیم. در مقابل از نعمت چی کاری کرد؟ الله درس دادم، مدرسه جور کرد، این کردم. الله کذبت، دروغ گفتی. دی کار نکرده که به خاطر از که یک حق الهی را تو باید ادا بکنی. این کلش وسیله بود برای از که مردم برای چه قوالم کلام است. فضیلت شیخ جناب مولوی این القاب و این کل القاب را گرفت دیگه پیش ما چیزی نداره. اینم به طرف دوزخ کش کن. تجار و پیسدار را استاد میکنه و همه تو برش میگه که در مقابل از این نعمت‌هایی که به تو دادیم هر چیز از تو بود، خوب نان از تو بود، خوب موتر از تو بود، خوب خانه از تو بود و چی کاری کردی؟ ما میگه یا الله مدرسه جور کردم، پل جور کردم، با یتیم کمک کردم. الله میگه کلش به خاطر دنیا بود. چرا و یمنعون الماعون و چیزای کوچکی از پیش میخواستیم بعد اونجا هیچ کاری نمیکرد. یا هدفی بود که بگن والله چه آدم خوب است، پول خودت خرج میکنه. چون در چیزای کوچک رو سرش کس شمار نمیکنه. درست. بنان چیزایی که کتا بوده باشه چی گپ است؟ والا صاحب امروز چی است؟ ختم است. بیاین جمع کنیم. میگه خوب است. این خبر نشون میده. چه فلان چی گپ است؟ این کارایی که ریایی است او باز پیش میره. در کارهای اصلی اینجا با قدم نمیگذاره. الله میگه که هم کش کنیم با دوزخ. حالا از این چی ما میگیریم؟ که هرگاه عبادت اگر کاملا با مقتضای شرع برابر باشد، شهادت خود به مقتضای شرع است. درست. علم خود به مقتضای شرع است. انفاق فی سبیل الله خود به مقتضای شرع است. ولی بال دیگهش که اخلاصش نبود الله او را نمیپذیره. بنابراین وقتی که ما با این چالش روبرو میشیم چه فکر میکنی؟ نصوص صریحی که برات میاد
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. دیو چی میگی؟ خود دیجا چیز که یا استخی شای اولیا برم براست و دی خدا تو رو نمیگیره. جالب نیست که ده ایجا تو رو نمیگیره. خوب بیچاره اون دو که کدام کار را گفت بازو رو میگیره. صحیح شده؟ بیخ از غبر آمد دیگه. یک مثال بسیار ساده جای مولانا، مثلا شما با من یک نیکی بکنین در دنیا، ما بیایم در کنار شما کسی دیگر ایستاده باشه به خاطر همون نیکی که شما به ما کردین من از او تشکری بکنم، طبعا انسان ناراحت میشه. ولله مثل الاعلی، یعنی رزق خدا داده، صحت خدا داده، همه این نعمت ها را خدا داده و ما بیایم در این نعمت های خداوند کسی دیگر هم شریک بکنیم و او را همون صفات را بتیم که باید به الله سبحانه و تعالی داده میشه. نکته در اینجاست. ببینید که وقتی که سیرت رسول علیه السلام که من تأکید میکنم که سیرت پیامبر را بار بار بخوانید، سیرت صحابه را بار بار بخوانید، توحید در اونجا تجلی پیدا میکنه. اونجا میبینی، عملا میبینی. کمک یک چیزی که در اونجا قضیه دیگه طرف میره پیامبر ما نمیشه. که استادن نشه مثل که عجم ها برای مردم استادن نشه. این چی؟ در حقیقت بر ما این را نشان میده که چیزی که تو را یک چی میتونه از او دوری بی. کسی می پرسان میکنه که یک کسی از نظر کرده میخواه که نظر خدا حیوان خدا در فلان اجازه بها کن. پیامبر خدا میگه که خب ببین که در اونجا بوتی از بوتا نیست. چی بود در اونجا؟ هر کلام گپی نیست، برو بکن. اگر باشه میگه اونجا نرو، ولو که تو مسلمان هستی، ولو که تو به خاطر خدا کردی، شبهه ایجاد بشه و عطا. حالی ما برش میگیم که مسلمان تو که می حیوان میبری در سر زیارت اونجا ذبحش میکنی، این حدیث نمیبینی؟ وای شما اولیاء الله را نوری چشم ماست، بسیار زیاد دوستشان داره، ولی کاری نکنی که صبح با جواب دادنتانی و صبح الله متعالی شما پرسان میکنه. از این خاطر بسیار چیزا یعنی است ما مانعش میشیم به خاطر که مردم عوام خراب میکنه خدا، خراب میکنه خدا و نمیفهمه. پس از این خاطر یک باب داریم در فقه اسلامی به نام سد ذرایع. از این خاطر حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که خبر میشه که درختی که پیامبر علیه السلام زیر از او ششته و بیعت رضوان صورت گرفته، نامش در قرآن کریم آمده، اونو درخت واسه که یک تعداد شروع کردن پرستش تبرکی از او، حضرت عمر رو قطعش کنیم چون نسل‌های بعدی بتکده جور میکنه، خرابش میکنه، مثل اما انسان‌های صالحی که در سوره نوح ذکرشان میشه. از این خاطر چی کنیم؟ بسیار چیزاست که ما میگم اکنون که ما میگم که همی سال نو جنده بالا میشه، ولی چی گپ است دیگه؟ چی گپ است؟ میگم که در اینجا شما ببینید عین جنده عذاب داشت است، عین جنده. باور بکن اگر خوارشان تغییر بکنه و کسی که دفاعش میکنن که میگه او برادرم نکن، اون خب میبینی امیر ساعت امیر روز اون یک مشرک رو بلند میکنه. تو چرا بر خود دلیل جور میکنی و تو را اقا تعصب فرا گرفته که برای از این هم دلیل جور میکنی؟ بر میگه که علا کور بینا میشه، علا شل جور شد، علا فلانه جور شد. اگر تو برش بگوی که اگر این کارا شود دیگه خداوند متعال دیگه فراموش بکن، در حالی که اختیارات بکلش پیش الله متعال است. قرآن استاد سراسر بر ما همین نقطه را میده که توحید الوهیت به معنای عزیز که عبادت از آن او، دیگه کس را شریک نکن، به شکل از اشکال شریکش نکن. و سوم توحید اسما و صفات، یعنی ما نمیتونیم که به الله متعال از جان خود نام بریم. در این شک نیست که الله متعال ذرات را آفریده است، الکترون، پروتون، نیوترون را آفریده است و کلگی در مدارهای عجیبی کردش میکنه.
ولی هیچ کس حق نداره که بگه الله چقدر خوب انجینر است. میدونه که شفا کی میدهد؟ الله. بله. کس حق نداره بگه که الله خوب دکتر است. دکتر و انجینر خودنمای خوبی است، صفات خوبی است که ما میدیم. خیلی چرا مسلمان حق نداره او رو بگه؟ به خاطر که این نام ها در کتاب و سنت نیست. از این خاطر یکی از عقاید خوب است که ما در باب اسما و صفات معتقد به توقیف هستیم. یعنی فقط آنچه که خدا پیامبر گفته اونو صفت یاد. تو حق نداری که از جان خود یک صفت را جور بکن و او را تعبیر بکن. این حق نداری. درست. فقط یک چیزی که اجازه میده اوست که ترجمه ایش باشه. ترجمهش باشه. مثلا ما این خداوند آن مالک ترجمه شد. میره من اینه که نگو نارواست. ترجمه یک صفت صفات الهی است. بنابراین هیچ کس هیچ مسلمان حق نداره که از جان خود به خدا نام تراش بکنه و یا نامی که خدا گفته صفتی که الله متعال برای خود را لازم دیده او صفت چی بکنی؟ از الله نزع کنی به خاطر که به عقل تو جور نمی به خاطر که منطق ما با او کار نمی کنه. این کار یا تعریف؟ بله این کار نمی کنه. نه تعطیل میکنیم نه تشبیه میکنیم نه تمثیل میکنیم هیچ کدامش نمی از تعطیل هم دور میکنیم یک نام خوش ما نبیاد به کلمه ما جور نبیاد به منطق ما جور نبیاد بنابراین گفته نمیدونیم که خداوند متعال وقت دست داره دیگه یعنی چی؟ این خود در حقیقت میگه چی میشه؟ جسم پیدا میکنه خدا در قرآن ذکرش کرده پس من میتونم بگم که نه تعطیل هم نمیکنه تشبیه هم نمیکنه اعظم الله که دست خداوند متعال دست ما نه تعطیل نه تشبیه نه تمثیل دست خدا مثل دست ما این کار نمیکنه روی اساس بحث توحید در اسما و صفات یکی از مباحث عمده ای است. علما گفتم که تقسیم به خاطر از است که مردم خوب بفهمن. در اصل یکی است. در اصل توحید است. میبینیم که وقتی که یک بحثی که ما در قرن 20 و 21 که ما داریم با اون مشکل پیدا کردیم یک تعداد خیستن تشریع الهی و قانون الهی را کنار زدند و تشریعات و قوانین غیر الله را آوردند و زیر چتر از او زندگی میکنند و او را نافذ میکنند صلاحیت تشریع و تحلیل و تحریم را به مخلوق دادند از این خاطر علما خیستند و یک توحید چهارم را هم به معرفی گرفتن میگه توحید در تشریع و قانون گذاری یعنی این به خاطر ازی بود که مردم غلطی شروع کردن مردم خیستن شریعت خدا را کنار دادن و تعبیرات شخصی خود را آوردن پس علما خیستن ای را هم تجربه که یکی از دلایل ایمان به وحدانیت خداوند متعال است که تو به کمال و شمول ابدیت و ربانیت از این قانون باور داشته باشی توحید حاکمیت او باید حکم از او باید بچره این الحکم الا لله چگونه تو در حاکم هستی و حکم خدا را کنار میگذاری و احکام خود را جاری میکنی تحلیل و تحریم را به پارلمان دادی هر چگونه فیصله بکنه موسیقی ولی پارلمان فیصله بکنه که مردم نماز نخوانیم ما نباید بخوانیم یا کل پارلمان فیصله که شراب خوردن حلال است حلال می شود کل علما فیصله بکنه که شراب حلال است حلال می شود بنان این قضیه یکی از قضایای بسیار مهمی است که ما درش باید فکر بکنیم این بحثی که فقه اسلامی چی بود قبلا گذشت که الحمدلله فقه اسلامی و شریعت الهی توانایی حل مشکل مسلمان‌ها و انسانیت را در تمام ابعاد زندگی دارد که ما را غنی میکنه که به دروازه‌های دیگر را برویم و از او چیزی را بگیریم حتی ببینیم که وقتی قانون فرانسه جور میشه که قوانین میگه از کتاب امام محمد رحمت الله علیه از او سیر کبیر و سیر صغیرش استفاده کرد و کل قوانین را در چوکات همون تنظیم کرد اونا استفاده میکنه ما چی میکنه؟ میگم نه دیگه طرف دموکراسی میخواه جزاکم الله خیر جناب حضرت مولانا
صحبت شما از بس شیرین بود که هرچی اشاره کردن میان برنامه ما خپ خدا گرفتیم. میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بحث شیرین جناب مولانا عبدالسلام عابد در معارف قرآن و توحید و رسالت. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با شما عزیزان هستیم و برنامه نسیم رحمت و قرآن کریم منشور زندگی. جناب حضرت مولانا در مورد توحید مسائل مهمی را بیان فرمودیم که اصل هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی و قرآن کریم رساندن این است که الله سبحانه و تعالی یگانه است، با او شریک نیارید و انواع توحید هم ذکر کردید، توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات. بحث مهم دیگر بحث رسالت است، وظیفه رسول، پیام رسول و رسالت در قرآن کریم چه جایگاهی دارد. جزاکم الله خیرا استاد. باز هم احترامات خواهد تقدیم میکنم به شما و هم عزیزان. سلامت باشید. طبیعی است که ارسال رسول یکی از مباحث عمده ای است. ما میبینیم که هدایت از خود انواع دارد. درست. یکی را میگم هدایت فطرت. هنگامی که انسان به دنیا میآید در همون لحظه ای که دست کار نمیکنه، چشم کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه، ولی این نوزاد چوشیدن پستان مادر خود را یاد دارد. درست. و میبینیم که بسیار زیبا میچوشه. فطرت هم.
و به این شکل حیوانات که میبینیم. درست. هدایت دوم هدایت حواس است و مرور زمان با دستکار میکنه که دست برای گرفتن است، چشم برای دیدن است و زبان برای صحبت کردن است. یک پای دیگری باز میاد. هدایت سوم هدایت عقل است. در درون انسان قدرت پیدا می شود که انسان 4 اعضا به اصلاح جدا میکنه و حتی شما میبینید که طفل وقتی که بزرگ شده میره باز میبینیم که اگر یک دفعه بازیش دادی دوم دفعه بازی نمیخوره. صحیح شده؟ و در حقیقت همون قوای عاقل است که اگر نمیگذاره که بار دوم خطا بکنه. یک دفعه برش وعده خلافی کردی تا آخر بر تکرار میکنه. این نکردی. پشت منفعت خود میکرده و منافع خود را تحلیل میکند. این 4 نوع هدایتی که ما میبینیم این کلش در حقیقت نتیجه حواس است. درست. یعنی میبینیم که چشم هر قدر که یک شی را خوب برای جلوه داد انسان طلبش میکنه که باید از ما بوده باشه. آواز خوب یک جای شنیدی باز میگه که باید ما بشنم. یک عطر خیلی خوبی دیدی، لباس زیبا را دیدی، همه چیز درست. در طلبش انسان میبرد طبیعتا. و جالب است که این معارفی که یا معرفت و شناختی که با واسطه حواس میآید کلش محدود هم است. درست. نمیتونه که بگم که چشم تا آخر میبینه. نه، چشم یک محدود یک شی را میبینه. باز گوش این شکل محدود مشنود. عقلم در حقیقت تحلیل میکنه او قضیه را که چشم و گوش و همین حواس برای تقدیم کرده. یعنی مواد خام را برای عقل تقدیم میکنه و عقل صرف تحلیل خودش رو میکنه. عقل با مجزای از این حواس نمیتونه قطع بدهد. از این خاطر است که عقل همیشه شکست هم میخوره در بسا موارد. درست. مثلا وقتی که یگان دفعه میبینیم که ترس و خوف که بیاید عقل کار خود از دست میده. تو یک کار میکنه که هیچ کس تو کار نمیکنه. یگان بار خوشی زیاد میشه. بله. کار غیر عاقلانه را انسان شروع میکنه. بس بگه چرا؟ خودش هم میگه چرا میزنه که چرا تو میکنه. عقل خودم وقت دست داده. بله. و یگان دفعه میبینیم که عقل بیچاره میشود در وقتی که شو میری اصلا میترسی. یک کسی از دوستایت وفات بکنه در خانه دیگه تنها امرش نمیتونی باشی، میترسی. میگه والا نشو بلند شو. بلند شو دیگه چی؟ صحیح شد نه؟ بله. این در حقیقت وهم میگه. یعنی عقل زیر تأثیر وهم قرار میگیره و وهم بلندترین چیزی است که عقل رو نابود میکنه و بیچارش میسازه. پس خوشی زیاد، ترس زیاد، وهم عقل را پوشش میدهد و یگان دفعه هم اتباع از جمهور. یعنی انسان فکر بکنه که در یک جای میبینیم که مثلا در کشورهای غیر اسلامی حجاب میریزه، مسلمانان دیگه حجاب خود اعلام میکنه و چرا حالا شرم است که من پیران داشته چی داشته باشه، حجاب داشته باشه، حجاب داشته باشه. هر قدر که برش تنازل میکنی مثلا میگه خیر از روی تا لچ کو ولی خمو حجاب خرایت کو امور کت جنجال و ده ها شکایت را ما در این مورد میگیریم. چرا این کمکار میشه؟ بخاطر که جمهور مردم، اکثریت مردم اونا چادر ندارن. پس این نکته رو میگه. یگان بار عقل مورد پوشش قرار میگیره که جمهوری کس کار کرد خیلی میگه همین شرم هم میره میگه. مثلا ما میبینیم یک تعداد خواهرای ما چادر خیلی خوبی به سر دارن، بعد میبینیم یک پتلونی مرداری را بدن کرده، یک لباس تنگ و ترش را بدن کرده که باز بگیم که این چی شد؟ صحیح شد؟ این چی رقم حجاب است که تو را رعایت کرده و او را حجاب مینام. درست. پس میبینیم که عقل بیچاره میشود، در این چیزای عادی بیچاره میشه. چی فکر میکنین که در یک شی ماورا طبیعت بوده باشه، یک معارف بوده باشه، در وجه باز قد عقل قد میدهد؟ ابدا داده نمیده. لطف خدا بر بالای ما میشود که پیامبر را فرستاد. این پیامبرها آمدن کمک ما را کردن، یک هدایت اضافی را نصیب ما کرد.
بناهن ارسال رسول بزرگترین نعمت الهی است برای بشریت. چنان نعمت است که قرآن کریم یک تعبیر زیبایی را میکنه: لقد من الله علی المؤمنین، لقد من الله علی المؤمنین. الله احسان کرده بر مؤمنان. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، مثل خودش پیامبر را از نسل خودشان برشان تعیین کرد تا خوب انس بگیره با او. من انفسهم یتلو علیهم آیاتی، آیات الهی را سرش تلاوت میکنه، یعنی وحی را چی میکنه؟ میاره برشان میاره، بیان میکنه. و یزکیهم، تزکیهشان میکند، روحشان را اوج میدهد و راهنماییشان میکند. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیمشان میدهد کتاب و الحکمه، که چگونه ای کتاب را به کار ببرند، یا حکم شرعی چگونه نافذ بکنند، یعنی قرآن و سنت. بله. و این کان من قبل لفی ضلال مبین. الله احسان کرد که پیامبر را فرستاد. این پیامبر وحی را سرشان تلاوت کرد، بعد از او یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، بزرگترین قضیه رابطهشان را با خدا تنظیم کرد، زیبام تنظیم کرد. این تو زیبا تنظیم کرد که هیچ در مابینش کسی دیگر نمیدونه شرکت کنه، حتی خود پیامبر. الله هست. تو بگو الله مشنود، الله مشنود. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم میدهد ایشان را الکتاب، یکی چگونه از زندگی مقبول داشته باشه زیر پوشش قوانین الهی که قرآن است. و الحکمه، و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا دیگه تعبیر بگیریم، و یعلمهم الکتاب، کتاب مشتمل بر قرآن و سنت است. درست. و الحکمه، حکم خدا را به مقتضای زمان چگونه تطبیق بکنیم. این نعمت الهی است. یعنی ما این را باید بفهمیم، من حیث یک کسی که مسلمان خود را میدانه که هر حکم شرعی خود یک حکم شرعی است. درست. که باید انجام بپذیرد. خود چگونه انجامش بدم؟ به مقتضای زمان خود، به مقتضای حالات خود، به مقتضای عرف خود. این را چگونه باید بکنیم؟ و این کان من قبل لفی ضلال مبین. باز می‌بینید قرآن کریم در سوره نساء 165 ارشاد می‌فرماید: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیم. رسولا ارسلنا رسولا، ما پیامبران را فرستاده. مبشرین، در حالی که مژده دهنده، مژده میدهد، بشارت میدهد که جنت میری، قرب الهی را میگیری. و منذرین، و میترسانند از کسی که قدم غلط را برداره، مخالفت با کتاب الله و سنت پیامبر بکنه. لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا نشه که در روز قیامت بگه که خدای با ما پیامبران نفرستادی، ما نمیفهمیدیم، خبر نداشتیم. این کار نمیشه بعد از رسول. خداوند متعال غالب و با حکمت است. از این خاطر پیامبران را در هر نسل رایی میکنه، تا حدی که در سوره اسراء میخوانیم که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما ناممکن است که انسان را عذاب دهیم تا اینکه پیامبر را برشان نفرستیم، حلال حرام برش تعیین نکنیم. پس وقتی که این نکات را ببینیم، پیامبران الهی در حقیقت تشریع الهی را به ما ذکر میکنه. من قبلا در باب تعریف اسم ذات الله متعال عرض کردم که الله ذات است که همه مخلوق متحیرن به عظمت و شکوه و جلال است. درست. وقتی که چنین بوده باشه، جبرائیل امین متحیر باشد، یعنی ما خب بسیار خرد مخلوق هستیم. پس چگونه این انسان محدود و بیچاره و کوچک، از هر لحاظ محدود، شما تفکر بکنین که چقدر کلان دنیا داره پیش ما، و از دنیا که خب باز آفتاب کلان است، مثل که تشله را در پهلوی توپ بانی، اما قبل تفاوت میکنه. اما تو سیاراتی هست که امی آفتاب ما در مقابل از تشله میشه، در مقابل توپ باشه. ولی فکر بکنید دنیا پیش ما چقدر کلان است. میگن 6 تا قاره داره، یک قارش آسیا است،
در او آسیا باز یک مملکت است افغانستان، در او افغانستان باز از او باز میبینیم یک مملکت ولایت است، در او ولایت باز یک ولسوالی است، در او ولسوالی باز میرن در خانه که ما زندگی میکنیم. بسیار خرد هستیم، بسیار مخلوق کوچک هستیم، از محاسبه مبرئیم، از محاسبه مبرئیم. خب با این کل حالاتش خداوند متعال برای پیامبر را فرستاد، میگه تو با این کوچکی که داری اینا چگونه با الله ارتباط بگیری، این راهت، این روشت، این سیستمت. چگونه با خود ارتباط بگیری که مقبول زندگی با خودت بکنی، اینی هم راهت. چگونه با مخلوق خدا روابط داشته باشی، اینی هم پیام و اینی هم سیستم. از این خاطر پیامبران الهی رضوان الله علیهم اجمعین و علیهم السلام این مبارک ها بزرگترین نعمت الهی، لقد من الله علی المؤمن، احسان الهی بر بالای ماست. چنان جایگاه دارد که یک کسی مسلمان نمیشه تا پیامبر را دوست نداشته باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تصریح میکنه که لا یؤمن احدکم حتی اکون انا احب الیه من والده و والده و الناس اجمعین. مسلمان نمیشه تا پیامبر را از خود و پدر و مادر و از همه کس دوست نداشته باشه. قرآن کریم تأکید میکنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحیم. تأکید میکنه که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تأکید میکنه و ان تطیعوه تهتدوا. یعنی مالامال قرآن آمده بر ما میرمه که اطاعت بکنین، اطاعت بکنین، اطاعت بکنین، خیرتان در اطاعت است، خیرتان در پیروی است. چرا؟ به خاطر که اونها میدانن ما نمیدانیم. عقل ما زیر پوشش وهم میآید، عقل ما زیر پوشش خوشحالی ما میآید، عقل ما زیر پوشش ترس ما میآید. عقل ما محدود یگان بار چشم نمیبینه، دیگر رقم تعبیر میکنه. درست. پس انبیاء علیهم السلام اعلم الناس که با وحی کنترل میشن، عقل الناس، هم عاقل ترین مردم هستند، هم با فهم ترین مردم هستند. پس وقتی که اونها بهترین مردم اونها شدن، عاقل ترین اونها شدن، نزدیکترین مخلوق به الله متعال اونها شدن، بر ما چی گفت؟ اطاعت بکن، اطاعت بکن، فرمان برداری بکن، فرمان برداری بکن. امیر پای قرآن کریم با اسلوب گوناگون برای ما شما ذکر میکنه. حتی در اینجا حد میره که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیار. مناسب نیست به حال مؤمن. چگونه تو مخالفت میکنی؟ وقتی که این نقاط را ببینیم باز میبینیم که پیامبران الهی علیهم السلام تو نیست که این منصب را کسی بزور بگیره، این منصب را با واسطه بگیره، این منصب را با پول بخره، بلکه الله متعال انتخاب میکند. انتخاب از طرف الله است. اصل که چی صفات در انبیاء علیهم السلام است که الله اونا را انتخاب میدونه ما نمیدانیم. چرا الله اینا را انتخاب میکنه؟ ما او صفات را میدانیم که در بین ما و در بین از او رابطه را استحکام میباشد. او صفاتی که تعلق با الله و پیامبر داره او را بلندتر از است که ما تعبیرش بکنیم. او از سطح تعبیر ما بلندتر است. چیزی که ما میدانیم است که چرا باید از پیامبر اطاعت بکنیم و فرمان برداری بکنیم. و این نقطه عطف است که ما بر یک تعداد انسانایی که غلطی میکنن، مثلا امی مردمایی که دموکراسی خیل هستن، ما بر اینا وقتی که بحث میکنیم هیچ وقت شما میبینید که اونا سر نماز اعتراض نمیکنن. وقتی که اعتراض شد سر چی؟ در حجاب. اعتراض شد سر چی؟ سر شراب. اعتراض سر چی؟ سر حلال و حرام حسابش. در معاملات، سود، اینجا اعتراض میکنه. اون پیامبر همین کارو امیرم دستور داره، اون پیامبر اینم دستور داره. بگن چطور میتونی که جرأت بکنی که ایشه قبول داری میشه قبول نداره؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. این نقطه ای است که ما را میدونه که انبیاء علیهم السلام صادق ترین مردم هستند. صادق ترین مردم. هیچ وقت دروغ نگفتن و نمیگویند. ناممکن است که از اونا دروغ بگید. صادق ترین مردم. بنان وقتی که میگم واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، صدیقا راستگو است. انبیاء علیهم السلام راستگو هستند.
و هر کسی که ایمان خوب دارد، صدق یکی از مواصفات بلند. صفاتش. حتی به این میگه که مسلمان میگه دروغ نمیگه. زنان قتل میکنه، زنا میکنه، شراب میخوره، اون زنان دروغ نمیگه. ولی که از خود ما پرسان بکنه که حال ما چی است، صحیح شد. مگر دروغ پیدا نکنه مسلمان که راست بگه. در تجارت دروغ، در معاملات دروغ، در عبادت دروغ، سیاست دروغ، همه چیز زندگی ما دروغ پیچانده. الله متعال رحم بالای ما بکن. الله رحم سر ما بکن. انبیاء علیهم السلام صادق ترین مخلوق هستند، صادق ترین انسان ها هستند. ام صدق با خود دارد، ام صدق با مخلوق خدا دارد، ام صدق با الله متعال دارد. در کلش، در هیچ موردش منافقت و دورنگی و غلطی نداره. از این خاطر ما میگیم که خیر، یک کسی که صادق بوده باشه، آیا باید هم نوایی از او را نکنی؟ آیا باید امرایش نروی؟ آیا مخالفتش بکنی؟ انبیاء علیهم السلام امین ترین مخلوق هستند. هیچ کس به اندازه انبیاء علیهم السلام امین نیستند. بناهن وقتی که ما میبینیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در این ابلاغش میبینیم که قضیه را مطرح میکنه که او را پت نمیکنه، میره خیرات جمعش بکنه. مسئله افک، درست. مسئله عروسیش با دختر امیش، درست. یعنی بسیار سخت است. بله. ولی چون وحی است و صداقت است، همون باید باشه، امانت است، همون باید باشه. انبیاء علیهم السلام امینند، در ابلاغ رسالت، در ابلاغ رسالت امینند، در زندگیشان امینند. در هیچ جایی نمی شود که با انبیاء علیهم السلام یک کسی نقد بگیره که در این جایی این خیانت کرد. هیچ جایی پیدا کرده نمیتونه. و پیامبر آن خدا ذکی‌ترین و باهوشترین انسان ها هستند. بی نهایت هوشیار، بی نهایت، نمیتونی برش حد معمولی قائل شد. یعنی بسیار ظالمانه است که یگان مردم های قرائت ودا نوین وحی را که تعبیر میکنن تعلق داره به تجربه و تعلق دارد به فطانت و زیرکی یک انسان. هر قدر که یک نفر خالق العاده بوده باشه میگه میشه او هم پیامبر شد. نه، یکی از صفات درست، مسئله ذکاوت و فطانت و هوشیاری است. این طرف دیگه بحث هم داره، تناقض نیست. انبیاء علیهم السلام ذکی مردم هستند. از این خاطر وقتی که تحلیل انسان میکنه تعجب میکنه استاد. بطور مثال در غزوه بدر اصحاب کرام 313 نفر، بله. مشرکین 1000 نفر در حدود. ولی چگونه این جنگ عیار بکنی؟ میآید پیامبر علیه السلام گروپای 30 نفری را جور میکنه، بسیار منظم، مثلث واره. در این مثلث رویش به طرف دشمن است، پشتش در این مثلث در مثلث است. دشمن که از هر طرف میاد که 4-5 نفر سر یک حمله بکنه، با این مثلث رو برمی‌داره و هیچ کسی میگه اجازه نداره که این مثلث رو بشکنه. زخمیتان شده داخل فرد. سبحان. تاریخ مطالعه بکنی این رقم تحلیل کسی کرده نمیدونه. حتی بعضی از صحابه میگفتند که در وقتی که جنگ شدت میگرفت ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میبردیم. سبحان الله. در حالی که در طول مدت حیاتشان یعنی یک نفر به دست پیامبر، یک نفر به روایتی میگن کشته شد. دیگه این ذکاوت از کجا؟ تدریب میکنه. صحابی را میگه که فلانه جابر نمیاد، لشکر قطع شرایی میکنه، از من یک کاغذ داد، نخله که رسید خلاص شد. سبحان الله. یا در سفری که میرود پرسان میکنه که خب چند نفر هستن در غزوه احد؟ جانب مقابل غزوه بدر چند نفر هستن؟ میگه اون نفر میگه نمیفهم که چند نفر هستن. چند شتر رو میکشتن؟ درست. ایشونه باز میگه که در حدود 1900 از کشتن شتر حسابش میکنه که 10 شتر که ذبح هم میکنه، یک شتر با 100 نفر کافی.
یعنی کلش دلایلی هست که اموز هوشیاری پیامبر علیه السلام یک نفر تو میدید و چت میفهمید که این چقدر ظرفیت داره. دید خالد را ظرفیتش برش بلند بود. نفر میدید برش و به حسب اون ظرفیتش هم را تعامل میکرد. در پهلویش به نهایت اخلاق بلند دارد. یعنی انبیاء علیهم السلام هم اوج که قدرت می باشند، در کامیاب می باشند، در اونو اوج می بینی که اصلا ارزش های اخلاقی را زیر پای نمی کنند. فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. اشتباه کردن، گپی نیست. و انک لعلی خلق عظیم. مرد برش میه که پیامبر علیه السلام حضرت جابر میفهمه میگه من امروز روان بودم، چادر نجرانی به سر مبارکش بود از خاطر از اینکه افتوا بگیره. مرد اومد دست انداخت همین چادر هم کش کرد، گفت که یا محمد مرلی من مال الله الذی عندک. این مبارک گلونش هم تصرف شد. یک تعبیر میگه که این چادر کنده شد بس که در گلون پیامبر بند ماند. فضحك النبی صلی الله علیه و سلم و امر له بها. دیگه کسی یک دفعه جنجال میکنه میگه مال خزنانیت نیست بده برم، من برش کار نمیکنم که برش بده. یعنی عجیب است صبر و تحمل و اخلاق و زیربنایش انسان میبینه. شجاعت بسیار شجاع است. حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید یک آواز در مدینه شد برای من که چی گپی هست؟ دیدیم که پیامبر خدا گفت آمد که نه من رفتم گپی نبود. از کجا که پیش برآمد؟ این کلش استاد به این دلیل که این خود در یعنی یک محدود از صفات انبیاء علیهم السلام که وقت شرح میدیم. مهمتری که پیامبران ویژگی های از خود دارند، خصوصیت ها دارند. بزرگترین خصوصیتشان عصمت است. اونا از گناه صغیره و کبیره مسئول هستند. و عقیده خوب هم است که قبل نبوت بعد نبوت. درست. صحیح شده. و جنجال انبیاء علیه السلام قبل نبوت بعد نبوت از گناه صغیره از گناه کبیره هم معصومند. هیچ وقت نافرمانی خدا را نمی‌کنند. و نه از ترس کسی نه به خاطر رضایت کسی. نه از ترس کسی که از کسی بترسه و بگه خیر است پای روز. نه به خاطر که یک کسی خوشحال شود. از زردیش نمی‌کنند. دو پیامبران الله متعال وقتی که وفات میکنن از خود میراث نمیگذارن، داراییش نمیمونه. یعنی چه بس اوقات ما کار میکنیم به خاطر از اینکه اولادای ما خوش باشه، کل میراث از مردمش هست. ما ترکناه صدقه. ای برش میده. خواب ما که بیا همین کسی که زیاد خواب شد دست پایش بگیره دیگه اتاق پرتش خبر نمیشه. انبیاء علیهم السلام چشمشان خواب میکنه، قلبشان بیدار است. از خاطر یک حدیث داریم میگه ما وقتی که از جبهه برگشتیم یک گرمی بود، یک درختی هم تو انبوهی را دیدیم، میگه پیامبر خدا را یک جای برجور کردیم که خیلی خودت اینجا استراحت کن. دیگه ما تیت شدیم زیر هر بوته جای گرفتیم. پس یکی از این مشرکین آمد شمشیر پیامبر خدا علیه السلام را از درخت که اویزان بود گرفت و استاد شد. تا که خلاص پیامبر خدا چشم خدا سرش خلاص کرد. ولی اینکه از کی میترسی؟ از الله میترسی. هیچ نوع ترسیده بود. درسته. پس امو قدم ها را چرا تو میگیره؟ تا که در امو قدم ها تربیت برای ثانی باشه. و کل جامعه را در امو جاسکرایش هم میخوانه برش میگه چی گپ شده؟ برش نشان میده که من چگونه با یک اسیر تعامل میکنم. تعامل ما با یک اسیر چگونه است؟ تعامل ما یک جاهل چگونه است؟ در اموجم درس است. اموجم برش نشان میده. انبیاء علیهم السلام در جایی که وفات میکنن در اموجا دفن میشه. بدن جسدایشان جگرج برده نمیشه. در اون جایی که وفات میکنن اون قبرشان هست. همسرایشان را بعد از رحلتشان کسی دیگری نمیگه. و ازواج و امهات.
این اساساتی بود که به شکل مختصر در رابطه با رسالت گفته شد و خداوند متعال هم ما شما توفیق مزید عنایت بکنم. و تبریز که درس یک گلچین است. زبده موضوع. انشاءالله. جزاکم الله خیر. تشکر میکنیم از جناب مولانا عبدالسلام عابد که در این برنامه با ما همراه هستند و امیدوار هستیم که بتوانیم در درس‌های بعدی هم موضوعات مهم قرآن کریم رو خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. عزیزانی که دوست دارن انتقادی، پیشنهادی داشته باشن برای برنامه یا موضوعاتی را برای ما پیشنهاد بکنن که در معارف قرآن کریم در موردش صحبت بشه، میتوانن که از طریق شماره واتساپ برنامه به شکل کتبی، من خواهش من از عزیزانی که پیام صوتی میفرستن، لینک، ویدیو، مطالبی میفرستن، حقیقتا در 24 ساعت چند صد پیام همه اینا رو دیدن، شنیدن مشکل است. اگر لطف کنید پیامتان رو به شکل کتبی تکست مسیج بنویسید و خیلی مختصر. بعضی از دوستان جناب مولانا پیام میفرستن سلام علیکم، منتظر میمونن که ما حتما باید جواب بدیم. و علیکم السلام، چطور هستی برادر؟ خب خوب هستم، میشه یک سوال بکنم؟ خب بله بفرمایید. سوالم در مورد فلان موضوع است. یعنی فاصله بین جوابام شاید یک روز درست طول بکشه که تا ما بخوایم چیز کنیم. دوستا سلام علیکم، موضوعی است، سوالی است، انتقاد یا پیشنهادی داشته باشین بفرستین، حتما ان شاء الله در برنامه در نظر میگیریم. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نصیب بکنه. تشکر از شما جناب حضرت مولانا. الله سبحانه و تعالی احسان کنه.